اپوزیسیون توجک در خارج از وضع سلامتی سه محبوس سیاسی دو تن از رهبران سابق حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی جلال الدین محمود و محمد علی فیض محمد و معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات مامورود اودینایف اظهار نگرانی عمیق کردند و خواستار رسیدگی عاجل به وضع آنها شدند. کمیته شهروندی نجات گروگانها و محبوسان سیاسی این هفته را هفته این سه محبوس بیمار اعلام کرد و پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف نیز در تاجیکستان ممنوع شده نیروهای مخالفین تاجیک که در اروپا فعالیت دارد در یک اظهارات از کار ماندن یکی از پاها و درد شدید پیشابدان و فشار خون و بیماری دیابت و قند را از بیماری های نامید است که هر سه محبوس ذکر شده از این دردها رنج میبرند. قبلا گزارش شده بود که مامورود اودینایف را در محبس شهر وحدت به دلیل گرفتاریش به بیماری زرپروین کرانتین کردند. همسر اودینایف زبیده اکیمووا که ماه فوریه از او در محبس عیادت کرده است پیشتر خبر داده بود که وضع او در 2 سال گذشته تغییر نیافته است و او همچنان راه گشتن نمیتواند و از بیماری دل و فشار بلند خون رنج میکشد. مامورود اودینایف در پایان سال 2020 در پی یک اعتراض در نزد کمیساریات حربی شهر ایسار دستگیر گردیده ماه ینوار سال 2021 با جرم‌های افباشی و دعوت به سرنگون کردن حکومت به 14 سال زندان محکوم کرده شد. در پایان ماه مارس سید صادق بابایف یک فعال مخالفین با تکیه به منابع خود خبر داد که دو تن از رهبران زندانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان جلال الدین محمد و محمد علی فیض محمد نیز در محبس سخت مری شدند. از جمله بنا به اطلاع بابایف محمد علی فیض محمد را با دلیل خروج بیماری قند از محبس به بیمارستان قره‌بالای شهر دوشنبه انتقال دادند. به معلومات او به علت بیماری یک پای این عضو ارشد حزب نهضت از کار مانده است. محمد علی فیض محمد ماه سپتامبر سال 2015 همراه با 12 تن دیگر از رهبران حزب نهضت اسلامی دستگیر و به 23 سال زندان محکوم شد. جلال الدین محمد را در حالت وزنین به بیمارستان داخل زندان بستری کردند. ششاش آب گرفته یک گوشش کاملا نمیشنود، به گوش دیگرش بلنگوی گذاشتند و از ناحیه خیشکش ورمی شدید شده است. خبر داده بود سید صادق بابایف. جلال الدین محمد که در سال 2014 دستگیر و با جرم غیر قانونی نگاه داشتن سلاح به 5 سال زندان محکوم شده بود، همگی 1 سال بعد رهایی‌اش دوباره بازداشت و این بار به 6.5 سال زندان محکوم شد. پیمان ملی در اظهاراتش از جمله تقاضا کرده است که امبودسمن از زندان‌های کشور دیدن نموده از وضعیت زندانیان سیاسی نزدیکان و جامعه را خبردار کند. مقامات سرریاست زندان‌های وزارت عدلیه و دفتر امبودسمن تاجیکستان تا کنون ادعاهای مخالفین درباره بیماری 3 محبوس سیاسی و طلب‌های آنها را شرح ندادند.